خب رسیدیم به یکی از مهمترین قسمت‌های دوره ساخت استراتژی ترید. توی این قسمت قراره که طراحی قوانین استراتژی خودمون رو انجام بدیم و ببینیم یه استراتژی معاملاتی چه قوانینی باید داشته باشه. با من همراه باشید. سلام، من علی روزبهانی ام و اینجا کانال آنست تریدر به معنای تریدر صادقه. من تو این چنل فقط واقعیت‌های بازارهای مالی رو میگم و آموزش‌های درست و اصولی رو در اختیار شما قرار میدم. اگر به دنبال همچین کاری هستی حتما دکمه سابسکرایب رو بزن، این ویدیو رو هم ببین. اگه دوست داشتی با لایک و کامنت از ما حمایت کن. مرسی. خب بریم سراغ موضوع امروزمون. مراحل ساخت استراتژی، طراحی قوانین. ما راجع به 3 تا موضوع باید قوانین برای خودمون طرح بکنیم که اولیش همین قوانین مدیریت سرمایه و مدیریت ریسکه که توی ویدیو قبلی همین پلیلیست راجع بهش صحبت کردیم. لینکش اینجا میاد، اگر ندیدید حتما برید اون ویدیو رو ببینید. اینجا هم یه توضیح مختصر بخوام بدم، همون داستانی که تو اون ویدیو گفتم، ما میایم برای خودمون یه میزان ریسک ماهانه میذاریم، اون رو تقسیم بر 4 میکنیم، هفتگیش در میاد و هفتگی هم تقسیم بر 5 میکنیم، برای هر روز معاملاتی اون به دست میاد. مثال من توی یک روز معاملاتی بیشتر از 2% نمیتونم ریسک بکنم و این 2% رو میام میچپونم ببینم چند تا معامله میخوام انجام بدم. اگه یه دونه معامله میخوام انجام بدم، کل 2% رو توی همون یه معامله هم ریسک میکنم. اگه قراره 4 تا معامله انجام بدم، توی هر معامله بیشتر از 0.5% نمیتونم ریسک بکنم. این قوانینیه که میام از قبل برای خودم میچینم، خیلی هم سخت نیست و راجع صحبت کردیم. پس این شد مرحله اول قوانین استراتژیمون. خب خیلی مهمه ها. قوانین بعدی که باید طراحی بکنیم قوانین ورود به معامله است که همون داستان تحلیل تکنیکال و اینا میشه. توی همین ویدیو راجع به صحبت میکنیم. بعدی هم قوانین مدیریت کردن معامله یا همون روانشناسیه که اینم توی همین ویدیو راجع به صحبت میکنیم. خب بریم با همین قوانین ورود به معامله شروع بکنیم. شما اول میای تعیین میکنی آقا فارکس میخوای ترید بکنی یا کریپتو. برای بحث تکنیکال دارم میگم و ورود به معامله مهمه که ما فارکس کار میکنیم یا کریپتو. یه سری استراتژی‌ها توی فارکس بهتر جواب میده، یه سری توی کریپتو. نماد مورد علاقت رو پیدا میکنی. اوکی، من بازارم رو مشخص کردم، توی فارکس میخوام چی رو ترید بکنم، طلا میخوام ترید کنم، یورو یو اس دی، نفت، شاخص، چی. یا توی کریپتو میخوام بیت کوین ترید کنم یا آلت کوین، حالا اتریوم و بقیه‌شون. اینا هم برای خودت معلوم کنی، چون رفتار هر چارت با یه چارت دیگه این متفاوته. اوکی، اینا رو همه رو دارم میگم که آخرش به چیزی برسم و اینا رو باید مشخص کنیم و مهمه. بعدش باید معلوم کنی آقا سوینگ تریدری، دی تریدری یا اسکالپری. سوینگ تریدر میشه کسی که یک موج رو معامله میکنه، معمولاً بین یک هفته، حالا یک هفته نگیم دیگه، 2-3 روز میشه، 2-3 روز تا چند هفته میتونه توی پوزیشنش بمونه، میخواد یه موج حرکتی رو بگیره. مثال بخوایم بزنیم، حرکتی که الان شاخص دلار داره انجام میده DXY مثلا حدود 98 حرکت کرده تا مقطع 100 هم جا داره که بره، الان 99 خورده ایه. این خودش یه موج حرکتیه. شما مثلا یورو یو اس دی رو میای سل میگیری چون شاخص دلار داره میره بالا و کل این حرکت رو باهاش همراهی. یا حرکتایی که موجایی که طلا میره، حالا موج طلا خیلی بزرگ بود مثال نزدم، خیلی هستن از $3000 اونس جهانی طلا رو بای دارن و منتظرن این موج تمام بشه. حالا روی 4400 تقریبا خیلیا خارج شدن، اونایی که از 3000 پوزیشن باز کردن، یعنی فکر می‌کنن این موج تکمیل شده. دی تریدر کیه؟ کسی که میگه آقا من امروز پوزیشن میگیرم، همین امروز هم میبندمش، نهایت چند ساعت میخواد تو پوزیشن بمونه یا مثلا چند دقیقه، کمتر از 1 ساعت هم میتونه دی تریدر باشه و تو یه روز ممکنه 3 تا 4 تا پوزیشن هم بگیره. اسکالپر هم که مشخصه، کسیه که تایم خیلی پایین کار میکنه، 5 دقیقه 1 دقیقه و میخواد سریع وارد بشه سریع هم خارج بشه، اصلا حوصله موندن توی پوزیشن رو نداره. این باید با توجه به شخصیتت، با توجه به رفتار تو اینا بیای مشخص کنی. یه دونه بالاتر از سوینگ تریدر هم داریم، پوزیشن تریدره که اون دیگه نمیشه بهش گفت تریدر، میشه گفت بهشون سرمایه گذار. اونا دیگه پوزیشن میگیرن میمونن تو همون حالتشون. مثلا سرمایه گذاری کردن یا اسپات خرید کردن توی کریپتو میشه مثلا پوزیشن تریدر. من خودم سوینگ تریدرم، حالا دی تریدم انجام میدم، ولی خب اینجوری اون دی تریدرها نیستم که هر روز بشینم پشت چارت روزی 2 تا 3 تا معامله انجام بدم. نه، یه روزی میام یه دونه معامله میگیرم یا توی یه روز 2 تا معامله میگیرم. بیشتر سوینگ ترید میکنم، یعنی معامله که میگیرم 2-3 روز باز میمونه تا چند هفته هم میتونه بره. شما ببین با کدومش راحت تری.
یه خورده یه مدت دیگه مثلا 2 ماه 3 ماه آدم ترید بکنه، اینا همه دستش میاد که تو کدوم راحت تره. سشن معاملاتی، آقا ما 3 تا سشن داریم دیگه. شبا که ما میخوابیم از ساعت 2:30 نصف شب سشن آسیا شروع میشه که حالا به اصطلاح بهش سشن توکیو هم میگن، چون بزرگترین بورسی که تو اون لحظه بازه بورس ژاپنه و حالا میگن سشن توکیو و این تا 9:30 10 صبح ادامه داره و از 10:30 یا 11:30 صبح سشن لندن شروع میشه. چرا میگم 10:30 یا 11:30؟ چون ساعت‌ها رو عقب جلو میکنن، این هی 1 ساعت جابجا میشه، ولی حدودش رو میخوام بهتون بگم. سشن لندن هم ادامه داره تا ساعت 7:30 شب. 7:30 شب ما سشن لندن هم بسته میشه. این وسط آمریکا ساعت 3:30 یا 4:30 بورس بازارش باز میشه. بورس استاک ساعت 5 باز میشه، ولی خود تریدرای آمریکا 3:30 یا 4:30 دیگه به تایم ما باز شدن. اونم میشه سشن نیویورک که تا همون ساعت 2:30 نصف شب ادامه داره. شما باید ببینید توی یک روز، حالا اگه میخوای دی ترید باشی یا اسکلپر باشی، کدوم سشن معاملاتی برات راحت تره. یعنی اون ساعت پشت چارتی. یه سری خب صبح ها سر کارن نیستن، فقط توی سشن مثلا نیویورک میتونن بیان ترید کنن. یه سری ها شب زنده دارن، سشن آسیا میخوان ترید بکنن. یه سری هم مثلا تو روز معامله میکنن، سشن لندن. این باز بستگی به خودت داره، اینم باز بر خودت معلوم میکنی. باز میگم اینا رو آخرش کار دارم. تایم فریم معاملاتیت هم باید مشخص باشه. من خودم 4 ساعته رو خیلی دوست دارم، 4 ساعته کار میکنم، ولی وقتی میام توی دی ترید میرم روی 15 دقیقه. شما هم اینو برای خودت باید تعیین بکنی یا کدوم تایم فریم برات مناسب تره و تاییدیات رو کجا بگیری بهتره. من خیلی با تاییدیات 4 ساعته اوکی ام، یعنی تاییدیایی که بهم میده خیلی جواب داده بهم. 15 دقیقه هم حالا برای دی ترید هم اوکیه. ولی یک سری ها میگن آقا ما فقط 1 دقیقه دوست داریم کار بکنیم، که به نظر من اشتباهه. خب تو 1 دقیقه خیلی به نظر من تحلیل تکنیکال جواب نمیده ولی شما اگه پلن مکتوب و مشخص داشته باشی تو 1 دقیقه هم میتونی ترید بکنی، اصلا چیز عجیبی نیستش. مورد بعدی که بهش میرسیم سطوح معاملاتیه. ببین همه اینا رو اول من مشخص کردم، بعد اومدم سراغ سطوح معاملاتی، همون یه جوری بگم سبک معاملاتیمون، با چه سبکی ترید میکنی. من آوردم سطوح معاملاتی چون توی ویدیو قبلی راجعش صحبت کردم. ما کلا 2 تا استراتژی معاملاتی داریم، یا شکست تریدریم یا ریاکشن تریدریم، که اینم مشخص میکنی. یعنی تو همین سطوح معاملاتی اول اینو معلوم میکنی که میخوای شکست تریدر باشی یا ریاکشن تریدر. بعد میری سراغ این که آقا با چه سطوحی تو میخوای معامله بکنی. تو اون ویدیو یادتون باشه گفتم کلا یه سطح داریم، 2 مدل میشه باهاش رفتار کرد. این انواع و اقسام سبکا رو ولش کن، همش گیجت میکنه. فقط درستش همینه، همه اون سبکای دیگه هم دارن همین یه حرفو میزنن. ما با مثلا اوردر بلاک فکر کنم برای اسمارت مانیه یا آی سی تی، نمیدونم، میگه آقا ما با اوردر بلاکا کار میکنیم، یا با اف وی جی کار میکنیم. اف وی جی برای آی سی تی اینو میدونم، آموزشش هم دادم. میگه آقا من با اف وی جی ها کار میکنم، منتظر میشه یه سطح اف وی جی پیدا میکنه با اون ترید میکنه. کلاسیک کارا مثل من با الگوها و خط روند خیلی حال میکنن. حمایت مقاومت هم که حالا مدل‌های مختلف داره ترید کردن باهاش. یه سری سعی میکنن، یعنی سبکشون اینه که حمایت مقاومت ها فیک بشن و بعد وارد پوزیشن بشن. یه سری ها نه، دنبال حمایت مقاومت هایی میگردن که کار میکنه و با اونا ترید میکنن. اینم برای خودت معلوم کنی که آقا با چی میخوای ترید کنی. واقعا میگم هیچ فرقی نداره. یعنی شما اصلا دنبال این نباش که آقا من کدوم سبک رو یاد بگم، کدوم که از اینا رو من انتخاب بکنم که بهترین نتیجه رو بده، بهترین استراتژی باشه. واقعا بهترین استراتژی نداریم، بهترین مجری استراتژی داریم. یعنی کسی که استراتژی رو اجرا میکنه. خب شما همین مثلا یه استراتژی هستش حمایت مقاومته، حالا وارد جزئیاتش نمیشیم، همون استراتژی رو به من میدن، به شما هم میدن. من خیلی بد اجراش میکنم، شما خیلی خوب اجراش میکنی، شما نتیجه میگیری ازش، من نتیجه نمیگیرم، در حالی که استراتژی یه چیز بوده. خب پس هیچ وقت دنبال این نباش که کدوم استراتژی بهتره، دنبال این باش که خودت کدوم استراتژی رو بهتر میتونی پیادهش بکنی. و موضوع آخرم تاییدیه هاست. یعنی ما اوکی مشخص کردیم سبکمون و سطوح معاملاتیمون رو، گفتیم با این میخوایم ترید بکنیم، با این سبک. حالا من چه تاییدیه‌ای بگیرم برای ورودم؟
شکست خط روند بکشم. ببین مثلا شما 15 دقیقه میای تحلیل میکنی اون چارت تو، حالا یا رو 15 دقیقه منتظر شکست میمونی یا نه مثلا ریاکشنی داری ترید میکنی، ولی باز یه دلیلی برای ورود میخوای. اوکی این به اینجا ریاکشن داد یا مثلا این مقطع رو شکست، ولی من تاییدیه‌شو از کجا بگیرم؟ تاییدیه‌شو میتونی تایم فریم تو خورد کنی، بری پایین‌تر، مثلا بری 1 دقیقه یه خط روند بکشی، بگی این خط رونده که شکسته شد من تاییدیه اینو میگیرم که اون سطح تایم بالام آیا درست عمل کرده یا نه. اندیکاتورها دوباره میتونی مثلا تو همون تایم فریم یا تایم فریم پایین‌ترت دنبال این باشی که چون مکدی کراس بده یا مثلا RSI وارد اووربای بشه دیگه. خدمت عرض کنم آن دوتا مووینگ اوریج همدیگه رو قطع بکنن، ایچیموکو قاطیش بکنی، هر اندیکاتوری که روش تبحر داری. یا اینکه تاییدیه کندلی بگیری، آقا کندلی که برای من تاییدیه است که حالا این سطح رو یا شیکوندیم یا از این سطح ریجکت خوردیم، باید مثلا از کندل قبلیش بزرگتر باشه، مثلا 2 برابر کندل قبلی باشه، یا اینکه کندل قبلی رو کامل اینگولف بکنه، یا اینکه کندلی که به من تاییدیه میده نباید شادوهای خیلی بزرگی داشته باشه. اینا هم تاییدیه‌های کندلیته. همه اینا رو که بنویسی روی کاغذ برای خودت، به یه استراتژی میرسی که این استراتژی رو توضیح میدم در ادامه باید چیکارش بکنی. ولی قبل از اون یه موضوع خیلی مهمتر داریم، قوانین مدیریت معامله. خیلی از کسایی که زیان میکنن به خاطر اینه که بلد نیستن خوب مدیریت بکنن معاملهشون رو. توی این موضوع ما چند تا کار میتونیم انجام بدیم، یعنی شما چند تا قانون میتونی برای خودت بذاری. خیلی از این قانون استفاده میکنن. set and forget، یعنی آقا من نقطه ورودم رو مشخص میکنم، حد ضررم رو مشخص میکنم، حد سودم هم مشخص میکنم، در لپتاپو میبندم، خداحافظ، دیگه 4 تا نگاه نمیکنم. بعدم میام چک میکنم یا حد ضررم خورده یا حد سودم خورده، تمام. set and forget. این یه سبکیه که حالا یه سری این قانون بر خودشون میذارم. قانون بعدی هم نیست، من خودم یه استراتژی اینجوری دارم، ولی معمولا ریواردهای پایین این کارو میکنم. مثلا من خودم این استراتژی که این کارو براش میکنم ریوارد 1 بهم میده، ریوارد 1 رو دیگه کاری نمیخوام بکنم دیگه، یا TP میده یا حد ضرر دیگه، set and forget میکنم. ولی وقتی که ریسک به ریواردت میاد بالاتر، مثلا ریوارد 3 میخوای بگیری یا ریوارد 2، سیو سود و ریسک فری وارد میشه. برای اینجا باز میتونی یه سری قانون برای خودت بذاری. آقا من معامله‌ای که گرفتم میخوام ریوارد 2 ازش بگیرم، خب ولی هر وقت به ریوارد 1 رسید حد ضررمو میذارم نقطه ورودم. اوکی، وقتی به ریوارد 1 میرسه فکر کن من $10 استاپ گذاشتم، حالا از نقطه ورودم حرکت کرد رفته به $10 سود رسیده. خب الان من $10 تو سودم. اگه نقطه حد ضررمو بیارم بذارم نقطه ورودم، این اگه بیاد پایین حد ضرر منو بزنه، من همون $10 که تو سود بودم رو فقط از دست میدم دیگه. وای نمیسم بره حد ضرر $10 بزنه، یعنی هم $10 سودمو از دست بدم هم $10 از جیب بدم. یه کار منطقیه. و هر وقتم به ریوارد 2 رسید کامل از پوزیشن خارج میشم. حالا اگر ریوارد 3 یا ریوارد 4 میخوای بگیری، اون موقع دیگه باید برای خودت تعیین بکنی که آقا من کجا بیام سیو سود کنم. در خصوص همین ریوارد 2، یه وقت از شما به ریوارد 1 میرسه میگه آقا من نصف پوزیشنم رو میبندم، 50% رو سیو سود میکنم، اون 50% مابقیشو میذارم تا ریوارد 2 یا 3 حرکت بکنه. اینم باز قوانینیه که باید برای خودت بذاری. اینو بخش خیلی زیادیش رو توی معاملات واقعیت درک میکنی. وقتی که میگم باید حتما فوروارد تستم بگیرید، به خاطر همینه که آقا شما پوزیشن میگیری تا نزدیک تیپیت میره، بعد یهو مثلا میاد پایین، حالت بد میشه، یه حرکت هیجانی انجام میدی، مثلا کل پوزیشنت رو یهو میبندی، یا چه میدونم حجم اضافه میکنی، یه سری کارهای عجیب غریب انجام میدی. خب ولی اگه پلن از قبل داشته باشی، قانون از قبل داشته باشی که آقا من رسید به ریوارد 1 فقط 50% رو میبندم، یا مثلا set and forget انجام میدم، اینا رو از قبل بنویسی و فقط طبق اون عمل بکنی، خیلی راحت تری. یعنی میگم چند تا معامله انجام بدی، خودت به این قوانین میرسی که چجوری برای خودت راحت تره. موضوع بعدی اینه که ورودمون تک مرحله‌ای باشه یا چند مرحله‌ای، و خروجمون هم تک مرحله‌ای باشه یا چند مرحله‌ای، که خروجو توضیح دادم، همون داستان سیو سوده. ورود تک مرحله یا چند مرحله‌ای هم مهمه. شما خاص میگه آقا من به اون نقطه‌ای که می‌خواستم هنوز نرسیده و قبلش مارکت حرکت کرده رفته، یعنی
اون تاییدیه بود راجعش صحبت کردم. میگه اون تاییدیه که من میخواستم و بهم نداد ولی حرکت کرد، من وارد نشدم تا اون تاییدیه رو بده و تاییدیه‌مو بهم نداد. اینجاها شما میتونی مثلا ورودای 2 مرحله استفاده بکنی. مثلا یه سطحی رو داری، میگه آقا من دوست دارم این سطح رو مثلا وسطش برگرده. دقیق نمیشه یه قیمت مشخص کرد دیگه. مثلا شما روی چه من بیت کوین میگه آقا 109500 تا 109800 مقطع مهمیه. خب بعد میاد از 109500 سری برمیگرده، شما جا میمونی از اون معاملت. خب اینجا میتونی 2 تا کار کنی، یه دونه اوردر بذاری روی 109500، یه دونه بذاری رو 109700، یعنی 2 تا مرحله وارد بشی که اگه مرحله اول ترکت کرد جا نمونی. این بیشتر به در کسایی میخوره که مثلا خیلی نقطه زنی نمیکنن، یعنی تو وارد پوزیشنت میشی، پوزیشنت اول میاد تو ضرر بعد میره توی سود. خب اینو اگه حجم تو 2 تا بکنی خیلی بهتره دیگه، اولیو وارد میشی بعد که اومدی توی ضرر دومی رو وارد میشی، اینجوری هم میزان ضررت کمتر میشه، هم میانگین ورودت بهتر میشه و کلا جواب بهتری میگیری. خب حالا همه اینا رو نوشتیم که چیکار بکنیم، همه اینا رو برای خودمون مشخص کردیم که توی بک تستامون اینجوری بک تست بگیریم. یعنی چی؟ یعنی من قوانین مدیریت معامله‌ام رو معلوم میکنم، ست ام فورگتم یا سیو سودم یا چیم، اینا رو معلوم میکنم. اول همه رو نوشتم طبق قوانینم، بعد که میرم توی بک تستام اولین پوزیشن رو میگیرم. خب من با این سبک مثلا کار کردم، این نتیجه رو بهم داد، اینا رو یادداشت میکنم. اوکی، ورود تک مرحله یا چند مرحله ای من مینویسم. آقا انتخاب کردم از قبل، اوکی حالا میام اینجوری بک تستش میگیرم. من 2 مرحله ای میخوام وارد بشم، همه رو مینویسم که 2 مرحله ای وارد شدم. خروجمون هم همونه، سناریوش رو از قبل مینویسیم. اگه میخوای فارکس ترید بکنی بعد بری بک تست فارکس رو بگیری، اگه کریپتو که کریپتو این مشخصه، نمادت رو معلوم میکنی و اون استراتژی تو روی اون نمادی که میخوای روش ترید بکنی بک تست میگیری، نه اینکه بری روی همه نماد تا بک تست بگیری بگی فرقی نداره، خیلی فرق داره. سوینگ ترید و دی ترید و اسکلپ هم که معلومه دیگه، این حالا روی تایم فریم که بری اینش مشخص میشه. اسکلپرها تایم فریم های پایینترن، سوینگ و دی تردی خود تایم فریمش میاد بالاتر. سشن معاملاتیت آقا وقتی که میخوای بک تست بگیری اون ساعت هایی رو بک تست بگیر که توی مارکت ریل اون ساعت ها پشت چارتی و واقعا توی اون ساعت ها میخوای ترید بکنی. نرو یه بک تست استراتژیت رو هر جای چارت دیدی بگیر و بگو خب مثلا 4 صبح ورود داده خوبه. نه، 4 صبح ورود میده به درد تو نمیخوره، تو مارکت ریل که اون ساعت نمیتونی ترید بکنی. سطوح معاملات هم که مشخصه دیگه، اون استراتژیت رو کامل مینویسی توی بک تستات و تاییدیات هم هستش. تاییدیه رو حالا مثلا میتونی 2 تا تاییدیه رو همزمان بگیری، یعنی هم بک تستشو با تاییدیه کندلی مثلا بگیری ببینی بهتر جواب داده یا بدتر، هم مثلا با چیزهای دیگه تاییدیه بگیری، یعنی همزمان که داری بک تست میگیری 2 تا تاییدیه رو امتحان کن. ولی استراتژی معاملاتیت رو 2 تا نکن، این تک تک باید بری جلو. حالا همه این بک تستا رو که گرفتی میای قشنگ میشینی بررسیشو میکنی. بذار یه لحظه چند تا عکس بهت نشون بدم. ببین مثلا من خودم بک تستامو اینجوری اسکرین شاتاشون هم میگیرم. خب الان برات چند تا میزنم، بررسی میکنم کامل، اسکرین شات ها رو میگیرم. مثلا این پوزیشنم رو ببین تا نزدیک حد سودم رفته، بعد اومده رسیده به نقطه ورودم. خب این از لحاظ زمانی دیگه مثلا من باید خارج میشدم و به این نتیجه رسیدم که آقا مثلا باید سیو سود بکنم توی این استراتژی. خدمت عرض کنم اینجا ببین تق اومده یه ضرب ریواردمو داده. همه این عکس‌ها رو میگیری، در کنارش این متن‌ها رو هم مینویسی. برای بک تستات میتونی یه فایل اکسل اینجوری هم درست بکنی. حالا لازم نیست حتما همین باشه، هر چی که دوست داری توش بنویس. خب من این چیزایی که نوشتم چون استراتژیم رو اینجا از قبل مشخص کردم، خب دیگه توضیح ننوشتم که با چه استراتژی وارد شدم، ولی نوشتن روز و ساعت معاملاتی خیلی مهمه. نوع پوزیشنی که گرفتی مهمه، بای گرفتی یا سل گرفتی. من خودم توی پوزیشن‌های سل خیلی بهترم. جای استابلاست باید مشخص باشه، اینو یادم رفتش توی اون پی دی اف ها بگم. استابلاست رو کجا میخوای بذاری؟ آقا طبق استراتژیت باید بذاری دیگه، ولی استراتژی مثلا کف قبلیه یا نه مثلا با فیبوناچی میای استاپ در میاری، با مووینگ اوریج در میاری، با ATR در میاری، اینا رو باید بنویسی. یا اونجا یادم رفت بگم، ولی آره حالا اشکال نداره، اینجا گفتم دیگه. امیدوارم همه تا آخر ویدیو رو دیده باشن.
بعد اینکه مقدار استاپت خیلی مهمه. آقا من با این ستاپی که دارم معامله میکنم 350 پیپ استاپ میده، 900 پیپ میده، نمیدونم 500 پیپ میده، چقدر میده این مهمه. بعد میانگینش رو در میاری که به طور میانگین چقدر داره. مثلا اینکه 2700 پیپ بوده اینو نباید ورود کنی، ببین نشم استاپ خیلی بزرگ وارد نمیشم. بعد نتیجه معاملت رو میگی که آقا سود شده ضرر شده. بذار اینم اینجا دارم یه دونه. ببین مثلا اینجوری مشخص میکنی چند تاشو سود کردم، چند تا بهم پوزیشن نده، چند تا هم ضرر کردم. بعد یه سری چیزها رو برای خودت در میاری. آقا مثلا این ستاپی که من اینجا دارم یه دونه استاپ داده، 3 روز پشت سر هم پوزیشن نداده، دوباره یه استاپ داده. خب این خیلی مهمه، این درادان شما رو مشخص میکنه. اون داستان روانشناسی اینجا خیلی چیزاش در میاد. وقتی تو بدونی ستاپت چه شکلیه خیلی بهتر میتونی ترید بکنی. بعضی ستاپ ها هستش مثلا چند روز ممکنه پشت سر هم بهت ورود نده، ولی یا مثلا 2 تا سود پشت سر هم بهت بده، یا مثلا 4 تا سود پشت سر هم بهت بده ولی 2 تا استاپ هم بده. خب اینو در بیاری خیلی تو روانشناسی بهت کمک میکنه. به همین اینجا وقتی که این داستان پیش اومده، بعدش یه دونه سود داده پوزیشن نداده، ضرر داده، دوباره سود داده پوزیشن نداده، سود ضرر، سود پوزیشن نداده، دوباره سود، و اینا رو بدونی خیلی به نفعته. حالا همه این بک تست ها رو که استراتژیت گرفتی میری سراغ فوروارد تست، چون توی بک تست شما خیلی نمیتونی روی اون داستان روانشناسیت کار بکنی، ولی توی فوروارد تست با سرمایه کم قشنگ اون حس طمع و ترس و اینا همه رو تجربه میکنی و اون موقع است که میتونی بهتر راجع به استراتژیت نتیجه گیری بکنی و بعدش دیگه بیای با سرمایه اصلیت کارو شروع کنی. خب این داستان طراحی قوانین استراتژی معاملاتی بود. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. حتما این کار رو بکنید. حتی اگر دوست داشتید میتونید قوانینتون رو برای منم بفرستید. اگر شک دارید که قوانینتون درسته یا نه من باهاتون چک بکنم. توی تلگرام بهم پیام بدید، توی همین دیسکریپشن این ویدیو که برید توی قسمت توضیحات آیدی کانال تلگرام اون هست. توی کانال تلگرام روی عکس من بزنید، آیدی ادمین اونجاه، نوشتم آیدی ادمین. به ادمین پیام بدید، من خودم هم چک میکنم این پیام هایی که در خصوص استراتژیه و اونجا با هم دیگه صحبت میکنیم و کمکی از دستم بر بیاد حتما انجام میدم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو هم بودید. حتما لایک بکنید و منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید.